سلام كمسك الختام. اهمیت نماز با جماعت. پدر جان، کلمه امام و جماعت چه معنی دارند؟ به نام خداوند بخشنده و مهربان. فرزندم، آن کسی که در نماز پیش می‌گذرد او را امام می‌گویند. هر کسانی که از پس امام نماز می‌گذارند جماعت نامیده می‌شوند. پدر جان، برای چه مسجد را خانه خدا می‌گویند؟ فرزندم، مسجد بنایی می باشد که در آنجا مسلمانان گرد آمده با جماعت نماز می گذارند. به آن خاطر مسجد را خانه خدا می نامند که مسلمانان در آنجا نماز و عبادت و پرستش الله تعالی را انجام می دهند. پدر جان، افضلیت نمازی با جماعت در چیست؟ پسر جان، پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم همیشه با جماعت در مسجد نماز می گذاشتند و این را به ما نیز تأکید کرده اند. در حدیث آن حضرت صلی الله علیه و سلم فرموده اند: نماز با جماعت نظر به نماز تنها گذاشته شده 27 مراتبه اجری بیشتر دارد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم ترک نمودن نماز با جماعت را نمی پسندیدند و با جماعت برپا داشتن نماز را صفت بهترین مسلمان می حسابیدند. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم به ما خبری خوش را رسانیده می گویند که شخص با دقت طهارت ساخته برای خواندن نماز با جماعت می رود، در هر یک قدم مانده او یک گناهش بخشیده شده و یک ثواب در نامه اعمالش نوشته می شود. پدر جان، نماز با جماعت به ما چی می دهد؟ پسر جان، نماز با جماعت در دل مسلمانان حس محبت و برادری را بیدار می گرداند. مسلمانان برای گذاشتن نماز در مسجد جمع می گردند. وقتی آمد و رفت و انجام نماز با همدیگر واخورده از کار و بار و زندگی یکدیگر آگاه شده در حالت ضروری به همدیگر دست مدد و کمک دراز می کنند. هنگام خواندن خطبه و امر معروف و نهی منکر و دیگر صحبت‌ها ما حکم و فرمان و آن چیزهای منع کرده شریعت دین اسلام را فهمیده می‌گیریم. درباره حیات و اخلاق پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم دانش و معرفت خود را بیشتر می‌گردانیم. در وقت عبادت دست جمعانه الله تعالی ما خوشنودی و آسایش به حد و حساب را احساس می‌کنیم. ملائکه ها اطراف ما را فرا می‌گیرند. لطف و مهربانی الله تعالی از ما دور نمی‌گردد. خداوند متعال عبادت سرجمعانه را دوست می‌دارد و به طفیل این گونه عبادت سهو و خطائی‌های در نماز کرده ما را می‌بخشد. پدر جان، هنگام نماز صفها را چگونه باید آراست؟ پسر جان، برای برپا داشتن نماز با جماعت در صفهای اول مردان، در صفهای میانه بچه ها و در صفهای آخر زنان می ایستند. اگر از پس امام یک نفر مقتدی نیت کند، او از طرف دست راست امام جای می گیرد. در وقت نماز صفها باید راست باشند و آدمان در بر یکدیگر چنان زیچ ایستند که جای خالیگی نماند. در حالت در صف پیش بودن جای خالی ایستادن در صف عاقب درست نبوده باعث مکروهی نماز می گردد.
پدر جان، حکم نماز با جماعت چیست؟ پسر جان، به جا آوردن نماز جمعه با جماعت برای مردان فرض حسابیده شده و گذاشتن دیگر نمازهای 5 وقته با جماعت سنت مؤکده می باشد. به سبب ترک نمودن نمازهای با جماعت مخالف سنت پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم می باشد. پس فرزندم، حرکت بکن که نمازهای خود را با جماعت در مسجد بگذاری. فهمو پدر جان، رحمت. این بود پایان درس امروزه. منتظر درس های آینده باشید. نوا را به یار و دوستانتان بفرستید تا کمی باشد هم از دین خود آگاه شوند. و سلام بر آن شخصانی که راه هدایت را پیشه گرفتند.